محمد ایدلی مردی حدوداً 50 ساله و سفید خاله‌ایه، لاغر و کد بلند. آدمی هسته اهل دود دم که هر شد تو خونش فاتح و محفل هسته. و فوتی دایره زن سیرجونی به گرم کردن محفل با دایره خوششزه و شخور. نصرک هم که آدم شوخ و اهل دنگ و دیارته، اگر با بلوسی و سیم به خودی سازی درستی کرده و زودی به محفل محمد ایدلی راه پیدا کرد. نصرک اموال دار دنیا چیزی نه هسته، فقط با هم و ساز و خوششزه و چیزی به خواردن گیری شود. اگر زن محمد ایدلی که چک و چوک یمینه هسته عاشق نصرک بود، اشوخ و طلاق گرفت و با عقد نصرک درتون. یه چند وقتی با نصرک زندگی کن تو بین این نصرک تو کدی هیچی نه، اهل زندگی و زن و مال دنیا نه. یه روزی که نصرک از صحرا اتا خونه بین زنکا گوشه نشتن و